در تاریخ 28 ژوئن 1971 در پورتوریا آفریقای جنوبی کودکی به دنیا آمد که قرار بود دنیای فناوری و فضانوردی رو متحول کنه. ایلان ماسک با ذهنی خلاق و روحی کنجکاو از همان دوران کودکی به کشف رازهای جهان علاقه‌مند بود. او ساعتها در کتابخانه غرق در کتاب‌های علمی و داستان‌های تخیلی میشد. در سن 12 سالگی ایلان اولین نرم افزار خود را طراحی کرد و با فروش آن به مبلغ $500 نشان داد که هیچ چیزی نمیتواند او را متوقف کند. او به کانادا مهاجرت کرد و سپس به ایالات متحده رفت تا در دانشگاه‌های معتبر تحصیل کند. این دوران زمان شکل‌گیری و شخصیت او به عنوان یک کارآفرین و نوآور بود. ایلان با تأسیس زیپ 2 و بعداً X.com که بعدها به پیپل تبدیل شد به سرعت در دنیای فناوری شناخته شد. اما او هرگز راضی نبود. در سال 2002 با تأسیس اسپیس ایکس هدفی بزرگی را دنبال کرد: سفر به مریخ. با وجود چالش‌های مالی و شکست‌های اولیه، ایلان با شجاعت و اراده بی‌نظیر اولین راکت خودش رو به فضا پرتاب کرد. اما ایلان ماسک تنها به فضا محدود نشد. او با تأسیس تسلا موتورز انقلابی در صنعت خودروسازی ایجاد کرد. خودروهای الکتریکی تسلا نه تنها زیبا و کارآمد بودند، بلکه نمایانگر آینده‌ای پایدار برای سیاره ما بودند. ایلان با شجاعت در برابر چالش‌های تغییرات اقلیمی ایستاد و نشان داد که می‌توانیم به سوی آینده‌ای سبزتر حرکت کنیم. سفر ایلان ماسک همچنان ادامه دارد. پروژه‌های مانند نورولینک و استارلینک نشان دهنده عزم راسخ او برای تغییر دنیای ما هستند. او به ما یادآوری می‌کند که هیچ چیزی غیر ممکن نیست. زندگی ایلان ماسک داستانی از عزم، شجاعت و نوآوری است. او نه تنها یک کارآفرین موفق، بلکه یک ویژنر واقعی است. او به ما نشان داده که اگر رویا داشته باشیم و برای آنها بجنگیم، می‌توانیم دنیایی بهتری بسازیم. سفر او ادامه دارد و ما منتظریم ببینیم که او چه دستاوردهای شگفت انگیزی برای بشریت رقم خواهد زد. و در آخر با ایلان ماسک ما یاد میگیریم که هیچ مرزی وجود ندارد و فقط کافی است رویاهامون رو دنبال کنیم و با تمام وجودمون برای اونها تلاش کنیم.